بیل، دوربین، حرکت. سلام، خوش اومدیم به یک ویدیو آنباکسینگ دیگه. من ازیم، اینجا قبرستونه و اینم قبر هیتلر. ببیننده ها سلام کن آقای هیتلر. مرده که نمیتونه حرف بزنه، منطقیه. ولی یه صداهایی داره ازش میاد. من که نمیشنوم. به هر حال ایشون قبل از مرگش چند تا از مخفیانه ترین و خطرناکترین ترفندهای جنگیشو به ما یعنی بچهای لئون یاد داد. فقط ما از این تریپا خبر داریم. این اطلاعات نباید هیچ جای پخش شد چون خیلی خطرناک بود. اما بنابر دلایلی حس میکنم که الان وقتشه. الانه که باید این اطلاعات سری رو برای عموم فاش کنیم. با من آماده شید بریم ترفندهای جنگی یاد بگیریم. میکشم تو. خدا رو شکر تا فیتلشو نکشم منفجر. ولی این چیزی که جزو مهمترین و اصولی ترین کارهای جنگ محسوب میشه طرز برخورد با گروگاناست. ممکنه تو جنگ با یه آدم بی‌دفاع رو در بشیم. آموزش جنگیدن با یه آدم لخت. بچه‌ها توی جنگ مهم نیست یارو دختره یا پسره یا حتی لخته. مهم اینه شما بدونین دشمنه. از کجا بفهمیم دشمنه؟ اوی دشمنی؟ بله ولی لطفاً منو ببخشید، پشیمونم. سخنی با یوتیوب عزیز. This is my friend and he is not dead. اشتباه نکنین، آدما انسانن، چه دشمن چه غیر دشمن همه برادریم. ما نباید آدمای بی‌دفاع بکشیم. متاسفم ولی جنگ بی‌رحم‌تر از این حرفاست. هر کشوری گفت به غیر نظامی ها کاری ندارم مطمئن باش مثل سگ دروغ میگه. ولی من که دروغ نمیگم. اینا رو ولش، من میدونم باید با یه آدم لختی کار کرد. میشه شما رو بگویم؟ نه این که جنگیدن نیست. وقتی یکی لخته باید به دوئل دعوتش کنی. ببینید اینجوری. اوی تو رو به دوئل برابر دعوت میکنم، اگه ببری آزادی. قبوله. پسرم چرا لختی؟ شما عوضی های پس فطرت به من تجاوز کردی. منو بکش. الان خستم. ها؟ میگم الان خستم. یعنی چی که خسته ای؟ من نمیخوام زنده باشم. منو بکش ای بی بوته. مگه نمیگم خستم کشه بی تربیت. وای دارین چیکار میکنین؟ این یارو چرا لخته؟ هیچی، داشتیم ازش اطلاعات میگرفتیم ولی میگه که منو بکشین. خب بکشینش. شوخی کردم. با گروگانه درست برخورد کنید. اگه بفهمم اذیتشون کردید پدرتون رو در میارم. کاری که باش نکردین. نه گونه با گردانی که توشیم انمیا رو لطه پار کنید. نارنجک بیارید. انفجار هولناک. تو چرا خوابی؟ چی؟ من خشتم. حل از مشکلی نیست. بلند شو کنی. میگم من خستم. اینه بزنیم پاره کنی. اوه تو چه گویی داری میخوری؟ چی؟ من دارم دشمن رو گمراه میکنم قربان. تجهیزاتی که برای جنگ نیاز داریم. ما واسه جنگ اول از همه به تجهیزات خوب نیاز داریم. وقتی صحبت از تجهیزات جنگ میشه تو این دور زمان همه موشک‌ها و بمب اتمایی که دارن میبالن. ولی ما که چند تا آدم و سرباز عادی هستیم کاری به این کارا نداریم. ما باید با خودمون چی ببریم که به درد بخور باشه. اول از همه باید بدونیم که دیگه جنگ زمینی و تن به تن جواب نیست. چرا جواب نیست؟ چون شما هر لحظه ممکنه توسط تکتیرانداز دشمن کشته بشید. داشتن موشک توی سال 2024 عین کل تو قرن یک میمونه. عین جنگای کلاسیک باید اول با زدن موشک شروع کنی بعد کارهای دیگه ای که انجام. حالا شاید به خودتون بگین چی داره میگه؟ مگه بازیه؟ بله این دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. داشتم میگفتم ما به تجهیزات نیاز داریم. تو جنگ صابون که به دردمون نمیخوره. راست میگی، خودمون میسازیم. منگو یعنی چی؟ ما باید آماده باش. باید خودمون یاد بگیریم چجوری بجنگیم. باید بتونیم دشمنامون رو از سر راه برداریم. باید جنگو بلد باشیم. ما باید این بازی رو نصب کنیم که جنگو ببریم. الان حرف انگیزشی زدی بعد تبلیغ گیم کردی؟ آره استراتژی تبلیغاتی خیلی خوبیه. ولی ما که اصلا بابتش پولی نمیگیریم. آره ولی بازیش باحاله. بچه‌ها تو این بازی با تانک و قایق و هواپیما و بقیه پلیرها تو یه دونه مپ بزرگ میافتیم به جونم. این در واقع تمرین خیلی خوب واسه جنگه. دیگه شما کار و همه وسایل نقلیه نظامی رو یاد میگیری، نیازی نیست کلی بری آموزش ببینی.
من آماده جنگ شدم دوستان. به نظر من برای جنگ با دشمن به یه گوشی با اینترنت و فیلتر شکن نیاز داریم. همین. میدونستم عکس لختشون رو پخش میکنی. ورا. خب وارد اپلیکیشن پرمحتوای ایکس میشیم و مینویسیم آخه آدمایه فکر میکنیم ما نمیذارن 2 دقیقه بخوابیم. ما ایده هاشون هم که یه مش چرت و پرت. تو جنگ ما فقط به یه چیز نیاز داریم، اونم شورت. حداقل با 10 تا شورت با خودمون ببریم جنگ. میپرسین چرا؟ چون خیلی کاربردیه. فکر کن تو جنگ دودزن انداختن، میتونی ازش به عنوان ماسک استفاده کنی، یا مثلا خونریزی داری میتونی سریع جلوی خونریزی رو باش بگیری. اصلا یهو دیدی از ترس خودتو خیس کردی، بدون شورت میخوای چیکار کنی ها؟ تازه بعدش هم میتونی قبلیه رو پرتش کنی سمت دشمن. خب طبق حرفایی که زدیم وسایلی که تو جنگ نیاز داریم ایناست: یه موبایل، توییتر، گیم وانتاندل و شورت. تریک بعدی که اونم از مهمترین تریکای جنگیه، گیج کردن دشمنه. این توی جنگ خیلی کاربرد داره چون حریف نمیفهمه از کجا خورده. چجوری دشمن رو گوسپام کنیم یا همون گیج کنیم؟ میتونیم از سناریوی آقای عزی استفاده کنیم یا میتونیم بیشتر از مغزمون استفاده کنیم. میتونیم خودشونو بندازیم به جون خودشون. چجوری؟ اینجوری. ببین اون یارو که اونجا وایستاده، اون پشت سرت میگفت بعد از خشم شب شاشیدی تو شلوارت. غلط کرد، میکشمش. ایده من اینه که از شونو لخ کنیم به عنوان تومه بفرستیم خونه دشمن تا حواسشون پرت شه. خب همین بلایی که سر این یارو آوردیم و که سر من در میارم که. یه مرد باید مثل کوه از کشورش دفاع کنه حتی اگه لخت باشه. بچه‌ها ساختمش. این شما و این بمب انسانی. از مزایاش اینه که حریف نمیفهمه این بمبه. بعد از ترکیدن سورپرایز میشه. بمیری انفجار هولناک. از معایبش هم اینه که یه نفر شهید میکنیم. فکر کنم قبلا این بمب اختراع شده، بهش هم میگن بمب انتحاری. نه این فرق میکنه. ایدهاتون همش یه مش چرت و پرته. ایده واقع گرایانه میخواین راست کار خودمه. ما میتونیم یه بادکنک خیلی گنده بسازیم، بعد نصف شب یهو میفرستیمش بالا سر دشمن، همشون برگاشون میریزه، بعد خودمون از پشت سر یواشکی بهشون حمله میکنیم. عجب ایده ای دادم حاجی. یا بگم من که اسیر دشمن شدیم چیکار کنیم؟ به عنوان فرمانده این گردان میتونم چند تا نصیحت بهتون بکنم. اول که سعی کنید اسیر نشید، اما اگه اسیر شدید مراقب باشید هیچ اطلاعاتی رو لو ندید. برای درک بهتر برای شما مثالی آماده کردیم. اسمت چیه؟ میگم اسمت چیه؟ امیر حسین هستم، ملقب به عزی. اینجا کجایه؟ تعداد نیروهاتون چقدره؟ یه چند تایی میشیم. جواب منو درست بده. چند نفرین؟ والا خوردم تا حالا. من طی عملیات خواب بودم. اسم فرماندهتون چیه؟ من هیچ اطلاعاتی به شما لو نمیدم. شما هیچ وقت نمیتونید این شخص رو پیدا کنید. ممنون، چهره هم کافیه. مرکز فرماندهیتون کجاست؟ گفتم هیچ اطلاعاتی بهتون نمیدم. شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید مرکز فرماندهیمون کجای منطقه 4 تهرانه. ممنون. من که چیز لو نداد. و مهمترین سوال، سربازی که از ما گرگان گرفتید الان کجاست؟ فکر کنم نیم ساعت دیگه خورشتش جا فکر کنم نمکش یه ذره کمه، ویتامینش تو پوستش. یعنی چی؟ یعنی جاش امنه، شما نگران نباشید. من چند دقیقه دیگه برمیگردم. بچه ها این عملیات خیلی مهم و سریه. خوب حواستون رو جمع کنین. دشمن نباید از این عملیات هیچ پول ببره. چطور ممکنه؟ از کجا میدونست؟ یکی اطلاعاتمون رو لو داده. یعنی کار کی میتونه باشه؟